یک گپی من به تو بگم. چی گپ؟ به شرطی که بابا و نانه از این گپ اگه خبر شد با نگی که نگفتم. چه لبی باید نگاه میکنه؟ خاطر کسی نداره. خب عباس بله همون موتوری که 6-7 ماه پیش نجوندم. موتور که جوندین؟ به یادتو نکن. آه الان من برم به مرتکه موتوری بخرم. نه شما دیوانه شدن لبا میریم بزن موتوری میخرین. خب این فیلمیه. چی فیلم؟ من میرم به پیش مرتکه. خب میگم کاکا جون من وضع خراب بود، وضع اقتصادی ضعیف بود، بالاخره موتور تو یک اشتباهی بشد ببردم. الان وجدان ما قبول نکرده. از وقتی که من اون موتور تو ببردم 10 برابر از اون پول ما به دوا و دکتر مصرف کردم. خب الان بیامدم که به تو موتور بخرم. مرتکر ور میدارم میبرم موتور خوش کنه بزو میخرم. موتور بزو میخرم خوش کنه. همین خوش کنه او رو استاده میکنم اونجا میگم بغزنن که من یک ترهی می موتور بکنم. موتور که وردشتون که ترهی کنم او رو برای از اون موتور 7 ماه پیش با میبرم. خب لالا شما اگه میت گپ پزن ندن جا بجا شما رو میگیره کو. او من نمیکنم برار من بچه فیلمم. تو بغزن که من چی میگم؟ من میرم به گردان کج به پیش از اون مرتکه. میگم مطالع قدیمه که گردان کج شمشیر نمیبره. با زبون خو من مرتکر گپ میدم که خودی می بیای بره بزو موتور میخرم او رو استاده میکنم موتور میبرم. موتورم برای اون موتور 7 ماه پیش میره. یار بچه الان دیگه تا اون ازور کتال نتونست داده تا اون ازیر باره. اشته نفیلم فقط یک چیز از تو خودی میری. نه که میگیرم. تو سیکو چی میگم؟ خب من میگیرم لالا. تو نرو خودی اصلا تو نبینه مرتکه. خب تو به می چپ کوچه ها به می کوچه باقا منجگاه میستکی که احیانا میشه موتور تیل نداشته باشه، میشه پنچر شه، میشه خرابی بشه. همین موتور خودی تو حداقل پیاده بتونی به جامعه ببری که به من یکا نمیشه. من شما تعقیب کنم. فقط تو مر تعقیب میکنی مثل سایه. باشه هیچی به هیچ کس هم نمیگی. بله برم لالا. بله. سلام علیکم. خیلی سلامتین. سلامت باشین. شما من امروز به خونه ام. بیار منم. یک دفعه میشه اونو صدا کنین کار دارم. بگم کی نه؟ شما بگین به در سرا نفر به تو کار دارم. شما بگم به در سرا نفر به کار دارم. آنه بابا. سلام علیکم. سلام علیکم. ماما خوبی؟ خیلی سلامت. خیار هستین؟ شکر الحمدلله زنده باشین. خیریت لالا. ماما جون من کمی کار دارم به شما کار خصوصی. برای کار خیلی آمادم. اینجی نمیشه گپ زدم اگر بریم به خونه. خب بله شما کجا هستین لالا؟ ما از این 2 محله بالاتره. 2 محله بالاتر. بله اشته کاره که دیگه اینجی گپ زده نمیشه مگر خودی شما به خصوصی ما به خونه 5 کلمه گپ دارم خودی شما. کار خیلیه. خوگی لگو یالا بگو. باشه بسکین که ما یالا کنم. یالا. بابا. بله. مادر مینا کنی هم مثلا خاله میرفتم ایش کینیه. خب باشه بگم یالا. یالا کن. و ایش کینیه یالا یا دیگه. یالا. بفرمان یالا. بخشش با شما موضوع. خدا بخشید. بخشش باشه دیگه دادم برغانی یا خونه هم تریک بود بیامدم اینجی. خوب اواروزیه. گپ پینیه خدا ببخشه این گپا چی از ما شما. شما خوبین لالا؟ فصل خود شکر زنده باشید نام غنیمت. گیلک جو. کانک چای اندام کو. کانک چای. نه چای نمیخوره. چای بابا دشمله نیه. دشمله و چای خشک نیه. لالا بچه شما نه؟ بله بیار منم.
میگم خیریت بلولو. کاکا جو من یک گپ بدیشتم به شما. خود چی گفت؟ من بیامدم به پیش شما که گردن بابا! بابا تیاره رو سکنی گردن ما بند. میبینم. سکنی شما بابا با بیله اشته چی کته. خب. من بیامدم به پیش شما که گردن کاجر شمشیر نمیبره. اون مطال قدیمه که گردن کاج شمشیر نمیبره قبوله. هم یک بوز رخشاد نبره. خب. هم 4 کلمه گپ داشتم کاکا جو به خب شما. بگین من به خدمت. میگم. بله. همین 6-7 ماه پیش از شما چی گم شده؟ از ما سکیل گم شده. من درد کن گذاشت شده ببردم سکیله. دوست همی سکیل شما منو. شما نه؟ بله ها. نه. تو چی میگی کوکو؟ خیلی گپ جالبه که دوست سکیل ببره پس بیای پیش صاحبه. دوست میگم یعنی واقعا گپ جالبیه. برار جو تو اگه میگرفتی من امروز روزه که موتور رو ببردم میگرفتی حال اگه من با پا بابا دستیر بگیری نه حال خود پا آمده. بعد از من تا خونه شما شیشته سگون چی میگه؟ کجیر این بچه چی شما میگی؟ نظرم صبر کن که درس رو بکن قلف کن کجیر درس رو قلف ما چه کار که مدیر من بردم پیش برفتی نمی آمدم کجیر بیا بده بله گیلا کارات بیعقلی خور نکو چه؟ نه بابا میگم مال خورم سایه بگیر دوز خور محکم ما محکم بگیرم سه خود بده در واکو که دوز بیامده سایکو در بسته کنم کلیر در بسته کن قلف کن خوب بده بخیش گیلا کارات بیعقلی خور نکو دیگه چه؟ بابا دوز ده سکیل باشه دوز آلی بیانده تا خونه اومده اشتو میگه گردن کج با گردن کج اومده بورد اومده من چی میگم به شما خب بپرسین که چی میگه تو ده سره برای خوره که دیگه برو نه خیره کار خوبی نیه کارات دیگه بیعقلیه خیره خب کاکا جون من بیامدم به پیش شما که من می اشتباهی بکردم وضع خراب بود پول نبود دیگه در به هیچ راهی نمیگشت مگر همین کار میکردم خب خدا رو مارسیا که همین کار بکردم حالا که من شما رو پیدا کردم بفهمیدم که شما دکون داره ما 10 روز اینجا تعقیب میکردم خب بالاخره حالا بیامدم به پیش شما بله که همین موتور شما اگر نوی مایم من به شما نوی بستونم اگر نه ما کونی مایم کونی بستونم اگر مر به دولت هم میدیم من بیامدم اگر مر میزنیم هم من بیامدم موتور شما را موتور شما میستونم واقعا شیر مادر تو واقعا جوان مردی بدی هم دوزی کنه بابا هم شیر مادر جوان مرده راست میگه حالا کم هر رقم که تو فیصله میکنی به 22 آدم سکیل بستونده بدون لالا و من سکیل میستونی هم دل تو کنی میستونی هم تاون پیلومر میدی هم دل تو همه موتور شما ما به 10,000 فروختم خوب با کار نداریم موتور ما به شما به 22,000 مایم 30,000 مایم صفر مایم هر رقمی که شما مایم امروز ما خودی شمانم هر رقم موتوری که مایم ما به شما میرم میستونم من موتور نی مایم نیم خلق کنی شریدی یعنی لالا دوز شما میریم یک سکیل به پیار ما میخریم بله ها من به مون خاطری بیامدم به اون واسطه اومده خب بابا شری محتل میکنه در قلف کنم وقت از اینکه بره که کار بیعقل خونه که بابا میجم خب بریم اما ما بریم بعد کلی بعدی کاکا جیگر نکنیم چی میگم این به 4 خود خود نبریم ما و شما دو به دو میریم به خاطر که موتور جا نمیشه ما و شما دو به دو میریم نمایه خود اینا خوش میکنم بعد 20 تا سکیل هر کدوم خوش کردن دست خوب وقتش نما میستونم میذارم خود ما و شما میریم موتور رو میستونیم من شما رو میارم به در سر تسلیم میکنم موتور رو هم میدم بابا رنگ ابلق باشه پلنگی خود رنگ هر رقم خوش کنم رنگ پلنگ خب میستونم پلنگی بستونم لالا پلنگی بریم یالا نه اگه بکاریم بیایم ما جلوش نه برو جلوش بعد کلی دست رو بده در قلف کنم قطیری ماما دو آره کلیا پیش بیار منه بریم موتور بستون یالا کنیم ماما جو هر جو قلف کردم پلنگی باشه بابا یالا نه کجی بله این مرتکک دوزی بیده بیامده به سلام میگه بیامده در طرف تک تک که سلام منورو زمینه گفتم ما پیار خود صدا کن ما بزرگ کار خصوصی دارم بیامده خصوصی انال بیامده اینجا میگه سکیل صاحب سکیل شده نمی بسترم
او بخریده این بیچاره میفهمی این شو خو دیده این شو خو دیده که به تا آتشا میسوزه و فهمیدی به تا آتش میسوزه این گفته باشه برم از این که با آتشا میسوزم یا یک چیز دیگه شاید خو هم ندیده باشه مرتکب گفته من یک وقت پریشون میده حال شاید پولدار شده باشه باشه ببرون کمی چای هم بیارم برو سکینه بستانم خیلی بیای ماما میگم کاکا جو سعی کنیم ما به شما دو کلمه گپ بگم خب بگو از این به بعد شما برار ای دنیا او دنیا منه خوبه گپ بینی دست براری از ما و شما برار دینیم ما و شما خوبه چشم با موتور خریدم که رفتیم شما برار کلون منه من به شما موتور میخرم یک چیز دیگه از این موضوع این معامله موتور یک دم اونجا یاد نکنین که بعده خودی شما به رستوران هم با میره بعد از اینکه موتور خریدیم یک چیز دیگه به شما بگم اگر به خونه های 30,000 35,000 موتور خوب تمیز و برابر بگیر آمد که به شما بستندم اون موتور که شما گفتیم چند استندم 22,000 امی باقی مونده اون پولی که بالایی بدک با امور شما میدیم به من او گپ بینه به خود تا 30,000 بسن گپ بینه باقی مونده حساب شما را میدم خوبه سه ما موتور تمیز و برابر به شما مستونم هر چی کیسای بودم اونجا خودم منطقه گپ میزنم شما برار من دیگه از بعد من با مرجا برار میگم خوبه گپ بینه بریم لالا بریم با شما برار میگم خیر بینم امیر خوش کردین این خوبه دیگه تمیزی هم هست سه باش صاحب صدا کنم لالا بله بیایم یک دقیقه سلام علیکم سلام بخیر سلامت زنده باشین جون باشین امیر قیمت این موتور چنده 35,000 35,000 بله ها 35,000 خیلی یه دیگه تخفیف میکنیم دیگه شما خوش بکنیم قیمت آخری بگیم که ما با برار خماییم قیمت آخر بهم 31,000 آخر چند دیگه چه کم نده 31,000 این به خونه های 26 27 را نداره خیلی هم کمتر میکنیم 28 حساب حالا آخری قیمت از به چند میدیم بگوتم دیگه آخر قیمت 31,000 دیگه قیمت آخری با ما بگیم که به چند میدیم اما قیمت آخری بهم 30,000 به شما حساب میکنم 30 کم نیست شما دست خود بدین چی به دست بدین دیگه بدیم شما دست خود بله بهم 28,000 این موتور از ما خیلی صحیحه بله خیلی خوب هم کلیات بیارن که من یک چکی بکنم ها خوب لالامی خوبه خوش کردین اگه ماشین بیرون نداشت دیگه یک ترهی مگه بکنم که بفهم که ایشتن ماشین هم کلیایی برای جو من یک ترهی بکنم خوبه سعی کنم که ایشتن موتوره که برای مقام دلواسه هم شما هم اینجا بستکیم لالا هنم یک ترهی بکنم مهر کامینجا گفت بستک الان سعی کنم که لالام شیر میایه یا روبا
اینجا اگه وست کنم یک دمی مر نگیرم به جام سکل انه سکل رم بیاور شیرم مادر دلالا عباس بالا شو بالا شو بالا شو یاری لالا شیر مادر من که به تو میگم من به چه فیلمم عباس راست میگین تو میگی نه لالا دمی که رفتین چی بگفتین؟ دمی که برفتم به خونه از این مرتکه همیته که به تو قصه کردم برفتم این مرتکه هم مثل که کم میت شیرین عقله از حساب خو کم مشکل داره این خونه بالاخره بخستیم برفتیم بفهمیدی بهم تارا بزی گفتم ماما گفتم از این بعد شما برار منه دست بورری شما برار کلون منه چی با موتور خریدن رفتیم چی با هر جا که رفتیم شما برار کلون منه و شما لالا صدا میکنم گفته خوب گپ بینیه عباس برفتیم اینجا 5 6 تا 10 تا موتور گفتم کدوم مرکه خوش میکنه بیچاره گفته من موتور کنتره من نوتره بزی گفتم خوش که قیمت خود امیت نیه سیپک میزد بالاخره چی سرتر بده دیارم بن 28 نیم از ریپه موتورک بخریدم کلاکر بکندم براره خورم استاد کردم گفتم شما بسته که میری یک ترهی بکنم انا حرکت دادم من بود که بیامدم تو رو بردیش تو بیلیاره که داین که سکل سوار نشدیم گفتم با بیلا شیر مادر لالامه تو سه کشته سکل سوار شدم بیامدم من بردیشتیم الان اگه تو بیفهمی و او 28 نیم هزار و برارداری ما و تو این صاحب سکل چه کار کنه؟ صاحب سکل فروش هیچی دیگه 28 نیم هزار خورا برار ببستونه دیگه برار هم برای از نخود سیا بیاره برای دیگه برای نخود سیا بره بزو نخود سیا بیاره خب کلا رفتیم عباس بله یک چند روز سکیل بیری نکنی خب کمی تغییرات بزو بیاریم با تنکی به غلیای رمی وز میکنم که کسی نشناسه تو دل جمع باشه شما که بایزی کار دیگه خوبه فقط تو دیگه کار نده تو که خودی ما بودی دیگه رنج نداری آنه به صدا میکنه بابا کجی وخی چکاره خب بابا اشته بده چکاره تو چوب کن بیلا بابا همیتا بیلا در بدر شدیم بابا سکل دوز برده حالا بابا شما با کجایی خب شما را مرتکه سکل فروش دیکوندر بگیرفت به تا دیکونه نیم چه کار کنیم او کجی مدر من نیم بزو سرایا مدر من نیم نمیفهم خبر نمیشم خوبه خداحافظ بابا آنی ما میاییم به جا سکل فروشا بیاییم خوبه خداحافظ بیلا بفهمیدی چی گو بیلا خدا و خیلی تا آدم ها در بدر کنه میگه بابا همین مرتکی که سکیلی نخریده به من میگه بیا آمدیم سکیلی بخریدیم به 28 نیم هزار خب اول گفته کاکا جو ماما جو برار جو خوش کردیم گفتم با مرتکه دیکندر گفته کاکا کلیر بده که یک چرخی بزنم که سعی کنم ترهی کنم انال میگه 2.5 ساعت میشه ما میگه 6 می نماد با سر پیار میشته فیلم بازی کردن بیلا رقم از این مرتکه معلوم میشه که این دوزی بر رقم از این معلوم میشه همودم گفتم من میرم گفتی تو هم میریم نه شما نه با موتور تو رقم مسکر بفهمیدی میدم بهم رقم معلوم میشه چرا پسی چی نگفتی؟ خدا که ببریم گفتم من میرم گفتم نمانده بریم تو چرا چی نگفتی به رقم مرتکه میفهمی؟